روشندل از بایزید کرد پرسش کای مراد هر مرید راست بود تا باز کجا بشتافتی که این همه گنج سعادت یافتی. شاید شعر شما شاعران یاد داشته باشه، تکراری باشه. گفت از یک قطره اشک مادرم شاهد مقصود آمد در برم، گنج ها در دیده نمناکی است، این گوهرها اشکهای پاکی است. نیم شب شد مادرم از خواب خواست، از من افسرده جام آب خواست. تا گرفتم لرزان جام آب، مادرم را بار دیگر بود خواب. من ستادم راست بر جام از ادب، جان بر لب بوسه و جام بر کف، جان به لب. صبح شد از بارگاه فیض باز، مادرم برخاست از بر نماز. گفت ای فرزند بر کف جام چیست، راست گو این لرزه بر اندام چیست. از چی رو این جام را نگذاشتی، خویش را در رنج و منت داشتی. گفتم ای مادر خطا بود این که من می نهادم جام بر کیشتن، گر تو از من آب می کردی طلب، خفته می دیدی مرا دور از من. مادر از گفتار من بیتاب شد، دل میان سینه وی آب شد. سر زنار از دل تنگیدش، قطره اشکی چکید از دیدش. اشک مادر گنج گوهرزا شد، مرد از آن یک دریا شد.